چرا باید یک پاره موی پیامبرتان میلیون ها دلار قیمت داشته باشه؟ به خاطر که سرور کائنات بود، بهترین. چه کسی ایشان به سرور کائنات معرفی کرده؟ شما خود قرآن خودتر از ما قدم میفهمین. در کجا قرآن ایشان به سرور کائنات معرفی کرده؟ معرفی کرده خداوند متعال. در کجا قرآن گفته محمد سرور کائنات است؟ خوب یک گپ خودت اشاره کردی به کاوش جان. خودت قرآن همیشه وقت ترجمه میکنی، حدیث تفسیر میکشی، یعنی خودت سعی در قرآن نوشته است که رسول الله صلی الله علیه و سلم که است طور مثال رسول خداست و اولین آخرین پیغمبر است. در قرآن شما آیتی وجود داره که محمد گفته من بشری بیش از شما نیستم، میدونی؟ این رقم من میفهمم. پس چگونه سرور کائنات است وقتی بشر بیش از شما نیست؟ باز خب یک نکته را خودت اشاره کردی که سعی کنه خودش میگه که من عیناً مثل شما و یک انسان هستم. او خدا طور مثال بسیار بزرگ خطاب نکرده که من یعنی پیغمبر هستم مثلا شما کدام چیز زوره. قرآن محمد نگفته، از زبان محمد نیامده که محمد بشری مثل شما. محمد قرآن مگر قرآن کلام محمد است؟ خدا گفته که تو بشری بیش نیستی. خدا برش گفته، شما میگن سرور کائنات گفتهش، در حالی که همین خدا برش گفته تو بشری بیش نیستی. درست است. پس چگونه سرور کائنات از وقت بشر بیش نیست؟ دیگه خب کاوش کن خودت نه رفیق جان، ببین تناقض اینجا خودش وجود داره. شما میگید پیامبر سرور کائنات بود، الله تان میگه پیامبر بشر بیش نیست. کدامتان را حرفتان را قبول کنم؟ حرف شما را یا حرف الله؟ کل ما بشر هستیم. نه کل ما بشر هستیم. کاوش جان نه تو من سبب پیغام میتی جان دلم. ببین بوسه به پیغام دادن کار خوبی نیست. اجازه بده که من بعد روایت را بیارم زنده برات نشان بدم بجای از اینکه بوسه به پیغام. ببین گل برادر، کتاب صحیح بخاری من اضافت رسول را میبینیم. کتاب صحیح بخاری باب مایکه کتره ببند که مزاحمت میکنه. باب دهم سکتگی و وقفه در شستن اندامها در غسل و وضو، روایت شماره 265 از میمونه زن پیامبرتان بود. از میمونه روایت است که گفت برای رسول آب گذاشتم تا غسل کند. وی بر دستهای خیش آب ریخت و آن را 2 یا 3 بار شست، سپس با دست راست خیش بر دست چپ خیش آب ریخت و آلت و خصیه ها را شست، سپس دست خود را به زمین مالید، سپس دهان بینی را شست. ببین رسول اسلام خصیه های خود را، خصیتین خود را، این دو چیز پایین کلولک است، اونها را میشویه، بعد به زمین دست میزنه، بعد باز دهان خود را میشویه. میبینی شما را سرور کائنات میگین. کسی که خصیه خود را میشویه بعد از خصیه دست در دهن خود میزنه سرور کائنات شما است. کاوش عزیز سیس خان خانه تابات این حدیث ضعیف است. حدیث بخاری ضعیف است. تشکر جان دلم، بذار مسلمانان بیان صحبت کنن. تشکر از حضور در برنامه. قربان جان دلم. دیگه وقتی که بخاری را تضعیف میکنی دیگه من نمیتونم با شما صحبت کنم. چرا؟ چون تضعیف کردن بخاری بسیار علم بالا کار داره. صحیح یک کتاب را میاری که طور مثال خودت دو چیز را خوندی به او را بر ما میکشی. صحیح بخاری عزیز من، بخاری را نمیتونم شاهدارترین ملاهای تضعیف کنم. تو چگونه تضعیف بگو؟ آیا میدونی کسی که بخاری را تضعیف کنه تکفیر بشه، کافر معرفی میشه؟ کاوش جان منطق بگو که ما صحیح که تو عزیز من از اسلام منطق است. اجازه بده که دوستان بیان از اسلام دفاع کنن. نه خب کدام باید است تو بحث کنی، یعنی راجع به اسلام وقتی که تو تشکر. من منبع اسلام را از شما میخوایم عزیز من. من مولا نیستم، من یک مسلمان هستم. تشکر. ما مقدار کافی صحبت کردیم. قربانت برم. نتونستید لایکن برای ما جواب. بله ما باختیم، شما بردید. تشکر از شما. دوست بعدی ما آقای احمد احمدی را بشنویم. یک خوبی از اسلام. سلام عرض ادب خدمت جناب کاوش نازنین و پویای عزیز. تشکر جان دلم، قربانت. ما یک چیزی رو میخوام بگم اگه مزاحم نشم. من الحمدلله من خودم مسلمان هستم کاوش نازنین، خب ولی ما مسلمان ها تا دروغ نگوییم، تا توهین نکنیم، مسلمان واقعی نیستیم متاسفانه. ما بیشتر همین دوست ما که آمد این چیز به دست نداره. وقتی که چیزی که به دست ندارم با کدام روح و جرأت بیایم بالا دیگه. همیشه شاد و خرم و کامگار باشین دیگه. من فقط آرزو میکنم برایتان وقتتان خوش. پایین بلند قربانت عزیز دل.